سلام و درود بی پایان به هواداران شبکه یوتیوب. خب امروز ما یک نواری کردنی بدیم اویدی سوهای موی پروری. بسیار زنگ زدن، بسیار کامنتاری نویسوندن که بابا برای سوهای موی پروری یگام سخن گوی، یگام نواری کرد. بسیار میخواستیم که نوار رو از درون حوضا، ایلوای حوضا، ایم پریرودا سر کنم. به نهایت حاضر گرمای، به نهایت گرمای و فقط حاضر همون ویدیو میکنم. همین فقط یه حوض نشون میتونم، شرای او حوض ماهی رو نشون دادن نمیشه. برای همین گفتم یک نواری با معنی کندر کار. اون روز ماهی گرفتم، کمتر ماهی مالیو گرفتم برای برادران لازم بوده. با کمتر اگه یک دو سطلش گرفته یک جدا ریخته بودم در درون یک جا برای ماهیو ریختگی دون درست ست کرده. خواستم گفتم چیکار کنم این برادرای کان ما یگام مایده ماهی رو نشون بدم که تو وای نکنن که بابا چون نشون میتی. بعد همین اکواریوم ریختم، دیدم سازنای یک دونه یک تا کارپ هم است، زرکانی کارپ میگن. همین سازن کارپ هر یک موهیه، نه که با کارپش زرکانی کارپ میگن. همون پلاکچوش کمه بنیاد موهی با مزه ویان. عموما موهی بیمزه نیست، موهی بیخواه نیست. موهی رو تربیه کردن در کار، موهی رو فربه کردن در کار. برادران قندم شما موهی رو میگن موهی رو فربهش گرفته خوردن در کار. موهی همین نمودش موهی خرابه و خرابش همش سوک خالیه. موهی رو شناختن در کار. اگه در این نواری که مثال یک 5 minut 10 minut من نوار میکنم، همه ایره گفتن نمیتونم. ایره شما اگر بسیار قزیق داشته باشین، بسیار سوهای موی پرورده توجه کنین، واتساپ ما دا بروین، واتساپ دا بروین. اگه بعد بگه از روز در ما به وقتم کمه بگه و بعد نماز خفتن با واتساپ دا بروین. با تا سحر قدر شما گام بزنم چاق میتونم در برای موی پروری چطور پرورش کردن در کور. این ویدیو رولیکو 5 minut دا همش گفتن نمیتونم. سوهای موی پروری سوهای سردرآمده کمتر زحمت طلبه. خوراکا که دادن در کار. ولی گفتن زبان تاجیکی، خیلی زبان تاجیکی هم زغارمایی باویگی ما میگن. حتی خمشه دیگه طرف آوردگی ایجاد وای کردن. زغارمایی یعنی کارپ، سازن، هر دوش فقط یک مویه. هرش یکی الکل میخورن، خیلی وای میکنن. فربه کن در کار. تالستالوبیک، بلی تالستالوبیک، پیرسری تالستالوبیک میگن. لیکن تالستی چیه؟ تالس غافسه، لوب چیه؟ لوب پیشونی غافسی سفید. پیشونی غافسی علا. یک کلای همون موهی کلونای خودش میسو اصولش مایده نسبت بدنش تالستالوبیک میگه. یعنی پیشونی سفیدی، پیشونیش غافسه، پیشونیش پهمای. برای همین یعنی کلای موهی کلونای. برای همین تالستالوبیک میگن. ایره برادرای قندم تالستالوبیک میگن. پیشونی پهمی سفیدی مایده خیلی موهی تالستالوبیک. با پیوستری تالستالوبیک است. مثلا یک رخوی خیلی دارد. پیوستری تالستالوبیک است. همین موهی خوبه. با بیلی امور میگن، اموری سفید میگن. این موهی رو تاجیکستان دا مطابق کرده شده گیان. این موهی رو دیگر جای دوباره مطابق شده کرده گیان. بعد اینجا دسته اسناونو در حوضو باید پرورش کنیم. مثال کارپ، سازن، تالستالوبیک، امور سه نمود موهی باید در حوضو باشه. باید حوض کار میکنن. با کراس هست. کراس خیلی کراس پیدا میشه خودش به حد موهی شومایده هم قدر نظرم شومایی که باید اوقاتر بسیار میخوره، بسیار میزویا کلون میشه، فربن میشه. ما توجیکوش که بقراریم که تسترم برزم تیرامودا بگیریم 2 کیلو موهی. آن کراس قینه پرورشش. نه که کراس کلون کرده بتونی بسیار گوشتی با مزه داره. هم خیلی گوشتی با مزه داره کراس کی تو بس گفتن. برای همین برادران قندم اگر شما خواهش داشته باشین برای تشکیل حوضای موی پروری و برای موهیچه برده ریختن در حوضای شما و وکیل در واتساپ بابیتون بروین. ای بعد نمازی خفتن تا نمازی بهم داده ما انشالله با امر خدا قد شما صحبت میکنم. راهوش همش نشون میتونم چقدر که فهم دانشم است. برادران قند من بعد یه ولی کم ترگه یک رولیک چاکی ما دیگه خوش میکنم بس هم شما میرسونم. برادران قند من زنده و سربلند باشین. امور بابیتون اینه سازن
این موری بابیتون دیدی مورا دیدی نه مورا سازانا دیدی موهیورون شونته من این مالوک های مالوک ayos خوشو بسیار که کوخه اینا دیدی همش مور و ماهی بود همش یجویا اینا بابیتون دیدن موهیوشا برادرانی قندی من زنده باشه